برای ما چه کرده، این یکی از کارهای برجام. تحریم تسلیحاتی رو برداشت. از یک شنبه ما میتونیم اسلحه‌مون رو به هر که خواستیم بفروشیم، میتونیم از هر که خواستیم اسلحه بخریم. این یکی از اون اقدامات مهمی بود که دولت تدبیر و امید انجام داد. البته بعضی وقتها صبر لازم داره، حوصله لازم داره تا ما با همه نکاتی که مورد توجهمون هست، مورد نیاز ما هست برسیم. البته این وسط یک شری در دنیا پیدا شد به نام حاکمان جدید کاخ سفید که این شر رو نه بر سر مردم ما، بر سر همه آورد. شما ببینید افغانستان چه بلایی به سرش آمده. یه افغانستانی که کاخ سفید نشین ها هر روز میگفتن ما امنیت این افغانستان رو تضمین کردیم و تضمین میکنیم. شما الان ببینید تو افغانستان چه خبره. ببینید غرب افغانستان دست کیه، شرق افغانستان دست کیه. شرایط بسیار خطرناکی که امروز در افغانستان با اون ما مواجه هستیم.